صبح شما بخیر باشد بینندگان بی‌نهایت گرامی رادیو زودی. امروز سه‌شنبه 2 ایول است و چون همیشه در ساعت 7 به وقت پراگ من شادو خوجا در خدمت شما هستم. از آن در چند دقیقه دیگر با خبرهای روز از تاجیکستان و جهان. امیدوارم هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید و البته با رادیو زودی. امروز در پراگ هوا ابری بوده. انتظار می رود که حرارت روزانه تا 27 درجه را تشکیل نماید. در مسکو هوا بارانی و تا 22 درجه گرم خواهد بود. در سنت پترزبورگ نیز امروز باران می‌بارد. هوا تا 19 درجه گرم می شود. در دوشنبه امروز هوای ابری پیش بینی شده است. احتمال دارد که در ادامه روز گرمی به 38 درجه برابر شود. قرار است امروز هیئت حکومت تاجیکستان با صلح‌های زیادی اعضای کمیته حقوق بشری سازمان ملل درباره مراعات حقوق انسان و شکایت‌ها از زیر پا شدن حقوق مردم پاسخ بدهند. در نشست کمیته که روز 1 ایول در شهر ژنو آغاز یافت، دولت تاجیکستان به سازمان ملل گزارش می‌دهد که در چند سال گذشته برای اجرای عهده‌داری‌هایش در رعایت حقوق انسان و اجرای پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چه کارهایی را انجام داده است. برای پاسخ دادن به این سوال‌ها هیئت 7 نفری تاجیکستان زیر رهبری یوسف رحمان داستانیکول به شهر ژنو رفتند. صلح‌های نمایندگان کمیته از مناقشه در خاروق در سال 2014 تا به ممنوع شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی و به زندان انداختن رهبران آن را در بر می‌گیرد. در فهرست صلح‌هایی که به حکومت برای پاسخ دادن پیشنهاد کردند، این درخواست نیز هست که گزارش‌ها درباره با انگیزه‌های سیاسی بستن حزب نهضت اسلامی و محاکمه‌های ناعادلانه اعضای حزب را شرح دهند. درخواست دیگری که از هیئت حکومت تاجیکستان شده است این است که گزارش‌ها درباره تنبیه برای ریش گذاشتن و رید به ضد زنان حجاب‌پوش را توضیح بدهند. مقامات باید همچنین چندین گزارش سازمان‌های حامی حقوق را شرح بدهند که به کمیته حقوق بشر پیشنهاد شده است و در آنها حکومت تاجیکستان را برای زیر پا کردن حقوق انسان به شدت تنقید کردند. حکومت تاجیکستان در گزارش مفصل درباره اجرای پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نوشته است که در مدت چند سال گذشته حکومت کارهای زیادی برای بهتر شدن وضع حقوق انسان از جمله رعایت حقوق سیاسی اجتماعی، آزادی بیان، آزادی دین، کارهای زیادی انجام داده و برنامه‌های زیادی عملی کرده است. در گزارش‌های آلترناتیوی هرچند به چنین برنامه‌های اشاره شده است، اما در آنها آمده است که واقعیت دیگر چیزی نشان می‌دهد و وضع حقوق انسان در تاجیکستان در چند سال اخیر بد و بدتر شده است. مقامات توجیک شرایط زیست پیوندان کودکان جنگجویانی را که 2 ماه پیش از عراق به وطن آورده بودند می‌آموزند. برخی از نزدیکان کودکان میگویند همان از دیدار آورده شدگان محرومند و ممکن است آنها را برایشان ندهند. این هفته برای 84 کودک که والدینشان در جنگ‌های عراق کشته و یا در محبسند سرنوشت ساز خواهد بود. کمیسیه دقیق خواهد کرد که کدام از آنها به دست بیبی و بابا و کدام به مکتب‌های ویژه سپرده می‌شوند. شادیخان جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید روزی اولی به تاجیکستان رسیدن کودکان رویه ناخوب داشتند ولی با کمک روانشناسان پره از آن حالت بیرون آورده شدند. معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید در صورت شرایط خوب نداشتن کودکان را دولت به تربیت خود خواهد گرفت. در این باره به گفته او تصمیم سبک گرفتن مشکل است، ولی او درباره آنکه ممکن است کودکان با سبب‌های امنیتی به نزدیکانشان داده نشوند چیزی نگفت. در ضمن دپارتمنت دولتی آمریکا هم در گزارش نوی خود که روز 20 ایون نشر شد بازگرداندن کودکان تاجیک به وطن را ستایش کرد و گفت اگر آنها به وطن برگردانده نمی‌شدند در زیر نظر جنگجویان گروه دولت اسلامی به سرباز جنگ تبدیل می‌افتند. حالا با تاکید این نهاد کودکان برگشته از عراق و سوریه باید از نشانه‌های سرباز جنگ پاک کرده شده از جریان احیای روانی گذرند. مقامات تاجیکستان میگویند در سال 2014 تقریباً 1900 شهروند کشور از جمله زنان و کودکان به قلمروهای سوریه و عراق رفتند. تا حال خبری مرگ بیش از 300 نفر آنها رسیده است. بعد کشته شدن اکثر جنگجویان عائله‌های آنها بی سرپناه مانده با تصمیم مقامات سوریه و عراق در اردوگاه‌های مخصوص جای داده شدند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ میگوید ایران با آتش بازی دارد. این سخنان را ترامپ بعد از آن گفت که ایران ذخیره اورانی غنی گردانده شده را از مقداری در سوزش هسته‌ای سال 2015 مقرر شده بالا برد. روز 2 ایول وزیر کار خارجه ایران محمد جواد ظریف با ناراحتی گفت هیچ جای شبهه نیست که قبل از امضای سازش هسته‌ای با کشورهای ابرقدرت تهران بندهای آن را اجرا نمیکرد. آمریکا در سال 2018 از سازش هسته‌ای قدرت‌های عالم با ایران بیرون شده تحریم
افزودنی صادرات نفت و دیگر ساحه‌ها برقرار کرد. تهران کوشش کرد کشورهای باقی مانده را به اجرای سازش وادار کند، ولی 8 می اعلام کرد که از این به بعد محدودیت‌هایی را که سازش هسته‌ای در مسئله ذخیره اورانی غنی شده و آبی وزین مقرر کرده است اجرا نمی‌کند. کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو در تاریخ 1 ایول از ایران دعوت کرد که غنی‌گردانی اوران را قطع کند. او افزود تا زمانی که ایران دیپلماتی را رد نموده امکانات هسته‌ای خود را توسعه می‌بخشد، فشار اقتصادی و انزوای دیپلماتی جمهوری اسلامی تقویت می‌یابد. روز 1 ایول اگنتی بین‌المللی نیروی هسته‌ای تصدیق کرد که ذخیره اورانی غنی شده ایران از مقداری در سازش هسته‌ای سال 2015 مقرر شده بیشتر شده است. بر پایه سازش هسته‌ای سال 2015 که ایران با 6 کشور ابرقدرت عالم از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان امضا کرده است، تهران میبایست از بخش حساس برنامه هسته‌ای دست کشیده در مقابل امتیازهای اقتصادی به دست آورد. سال گذشته آمریکا اعلام کرد که از سازش خارج می شود. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ افغانستان را به یک آزمایشگاه تروریستان شباهت داده است. در یک صحبت تلویزیونی دونالد ترامپ گفت که حتی در صورت بیرون شدن نیروهای آمریکا از افغانستان در این کشور حضور نیرومند اکتشافی حفظ خواهد شد. دیروز در حالی که آمریکا با طالبان در قطر دور هفتم مذاکرات را آغاز نمود، در کابل طالبان حمله راه اندازی نموده، در نتیجه آن کم از 6 نفر کشته و 105 کس دیگر مجروح شدند. وزارت امور داخلی قرقیزستان پیشنهاد دارد که سرعت حرکت در بعضی از راههای بین‌المللی این کشور تا به 110 کیلومتر در یک ساعت بالا برده شود. به گفته مسئولان وزارت، بالا بردن سرعت حرکت به پیشگیری از تنبه‌شوی در راهها مساعدت خواهد کرد. این وزارت میگوید پارک واسطه‌های نقلیاتی قرقیزستان سال‌های اخیر با ماشین‌های بلند سرعت پر می‌شود که با راههای زمانوی به خطری جوابگو هستند. بنا به پیشنهاد وزارت، سرعت در منطقه‌های بالا برده خواهد شد که شرایط تامین به خطری حرکت در آن جایها تامین است. در حال حاضر در راههای قرقیزستان برای حرکت با سرعت تا 90 کیلومتر در یک ساعت اجازه داده شده است. نمایندگان حرکت عمومی ملی یوکسلیش ازبکستان بعد خبری احتمال خارج کردن شهر سمرقند از روی خط میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو از شهر بازدید کرده خواستند بدون خلاصه سازمان دیگر هیچ گونه کارهای ساختمانی انجام داده نشود. آخرهای ماه ایون سال روان معلوم شد که در یونسکو تصمیم دارند سمرقند را بر روی خط سیاه وارد کنند. در بیانیه یونسکو گفته شده بود که بنیاد خانه، مهمانسرای و انشاءات نو دیگر به بناهای تاریخی شهر سمرقند که ارزش فرهنگی دارند آسیب می‌رساند. در پی این خبر نمایندگان یوکسلیش 28 ایون از سمرقند بازدید کرده گفتند مقامات حق ندارند بدون خلاصه یونسکو در قسمت‌های تاریخی شهر کارهای ساختمانی انجام بدهند. پیشتر خبر داده شد که کارشناسان کمیته میراث جهانی یونسکو از نقشه بنیادی یک قطار مهمانسرا و انشاءات نو در شهر سمرقند برای سمیت سازمان همکاری شانگهای در سال 2022 سخت نگرانند. برمیگردیم به خبرهای مربوط به تاجیکستان و تاجیکان. озодбек ҷаборов муҳоҷири тоҷикро барои талаби шаҳодатномаи корӣ аз пулис дар Москав латукуб карданд. муҳоҷир мегӯяд худро таҳқир дида меҳисобад. озодбек ҷаборов муҳоҷири 25 солаи тоҷик гуфт субҳи 28 июн дар изгоҳи автозаводскаи Москав ду корманди пулис ӯро аз роҳ дошта хостанд санадҳояшро тафтиш кунанд. аз рӯи қонун қабл аз тафтиш нафари мавриди таваҷҷӯҳ ҳақ дорад шаҳодатномаи кории корманди милиса ва сабаби боздошташро бипурсад. ҷаборов мегӯяд вақте чунин талабро дар миён гузошт, кормандони پلیس نویایی دانیلوفسکی شهر مسکو او را تحقیر و لطوکوب کردند. در شعبه پلیس نویایی دانیلوفسکی بازداشت، تفتیش و به شعبه آوردن این شهروند تاجیکستان را تصدیق نمودند، ولی ادعای لطوکوب و تحقیر را رد کردند. озодбек ҷаборов сокини ноҳияи панҷакенти вилояти суғд 5 сол боз барои кор ба русия меравад. ӯ мегӯяд дар сохтмон кор мекунад ва санадҳояш дурустанд. ин ҳафта бори дуввум аст ки пас аз шаҳодатнома пурсидан аз пулис шоҳиди чунин бархурд мешавад. ӯ гуфт одат карданд ки муҳоҷири тоҷик риояи ҳуқуқашро талаб накунад. вақте саҳар чунин гуфтам, ҷавобашон ин буд: доно шудед. ҳоло ин муҳоҷири тоҷик тасмим дорад аз рӯи рафтори ду корманди пулис ба достонӣ шикоят барад. ҳадафаш ин аст ки кормандони пулисро ба эҳтироми ҳаққи муҳоҷирон дорад. русия бузургтарин кишвари мизбон барои корҷони тоҷик аст. коршиносон бар инанд ки русия муҳоҷирони тоҷикро ҳамчун нирӯи арзони корӣ истифода мебарад, вале аз ҳуқуқашон дар баробари корфармо ҳимоят намекунад. ин аст ки ба гуфтаи озод ҷаборов муҳоҷири тоҷик дар русия бо муҳоҷирон аз тоҷикистон чун ғулом муносибат мекунанд ва талош барои ҳимоя аз ҳаққи худ қаҳрашонро ба бор меорад.
کمیته دینی توجیکستان میگه سفر نخستین گروه زائران در موسم حج امسال به شهرهای مقدس مکه و مدینه از 25 ایول شروع می شود. سال جاری شماره حاجیان توجیک حدودی 6000 بوده. ارزش ادای حج برای یک نفر 35128 سومانی را تشکیل می کند. طبق طلبات کمیته دین داوطلبان زیارت حج باید پول سفر را در نقطه‌های اوریون بانک پردازند، اما دلیلش را شرح نمیدهند. این هم در حالی است که سال گذشته مبلغ حج 33410 سومانی بود. حج برای هر مسلمان در صورت داشتن پول و توانایی فرض شده است، اما طبق قراری 4 سال پیش مقامات تنها افراد از 40 ساله بالا حق سفر به مکه و مدینه را دارند. و بینندگان عزیز، اکنون از قرب اسعار خارجی میگوییم که برای امروز از سوی بانک ملی تعیین شده است: $1 9 سومانی و 43 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 71 درهم و 1000 روبل روسی برابر است به 149 سومانی و 50 درهم. بازی پوز از یکایک شما برای همراهی و تا 3 ساعت دیگر خدا نگهداری هر یک شما باشد.